از خواب که بیدار میشیم انگار یکی اینجاست، این داره هی حرف میزنه. میریم مسواک بزنیم، باز انگار یکی داره با ما حرف میزنه. یک نواختی قاتل جذابیت در کلامه. نه اون غم و ناراحتی حال بدش رو متوجه میشیم توی چهرش موقع حرف زدن، نه اینکه خوشحاله که بالاخره یه نفر اومده توی زندگیش که زندگیش عوض شده. وقتی من با عصبانیت به یه نفر میگم کجا بودی تا الان، یعنی دارم چیکار میکنم؟ یعنی دارم بهش حمله میکنم. مغزش میگه این داره به من حمله میکنه، بعد از خودم دفاع کنم. چیکار میکنه؟ گارد میگیره، میگه کجا بودم؟ سر کار بودم دیگه. این گفتگوی درونی، این بی‌رحم بودن با خودمون خیلی وقتا آغاز خیلی از ناکامی هاست. چقدر این که من بتونم درست صحبت بکنم میتونه روی زندگی من، روی ارتباطات من، روی ارتقای شغلی من، روی رابطم با فرزندم، همسرم تاثیر داشته باشه. چرا اینجا این کارو کردی؟ چرا فلانی این حرف زد جوابشو ندادی؟ اونقدر در این دریای صحبت کردن غرقیم که خیسی این دریا رو حس نمی‌کنیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به دومین جلسه از مینی دوره فن بیان کاربردی خیلی خوش اومدین. بهتون تبریک میگم که اهل آموزش دیدن هستین، که اهل به چالش کشیدن خودتون هستین و ازتون ممنونم که به من فرصت تاثیرگذاری میدین. به همتون خوش آمد میگم، از هر شهری که هستین، از هر جایی از این سرزمین خاکی که هستین. خیلی خوشحالم که در کنارتونم. باز هم مثل جلسه قبل همینجا در خدمتتونم. هم یک ویدیوی با کیفیت داره براتون ضبط میشه که اگر فکر میکنین اینترنتتون ضعیفه یا حالا به هر دلیلی پارازیت دارین، نمیتونین به خوبی متوجه صدای من بشین و فیلم رو نمیتونین با کیفیت ببینین، ویدیوی وبینار رو، میتونین لطف کنین الان تشریف ببرین. بعد از اینکه وبینار تموم شد ویدیوی ضبط شده رو ببینین. جلسه سوم ما به یه سری از پرسش های شما پاسخ خواهیم داد. این جلسه هم مثل جلسه قبلی یه سری مطالب آموزشی هست، اما این جلسه میخوام در مورد 2 نکته صحبت بکنم. یکی سلف تاک یا گفتگوی درونی و دومی ریتم و لحن که خیلی توی صحبت کردنمون مهم و مؤثره. احتمالاً شاید دقت کرده باشین ما صبح که از خواب بیدار میشیم انگار یکی اینجاست، این داره هی حرف میزنه. میریم مسواک بزنیم، باز انگار یکی داره با ما حرف میزنه. میریم آماده میشیم که بریم سر کار یا حالا حتی تو خونه باشیم، باز انگار یه چیزی توی مغزمون داره با ما حرف میزنه. همین الان شما دارین به من گوش میدین، درسته؟ ولی صرفا به من گوش نمیدین. همین الان باز داره اون توی مغزتون حرف میزنه. و جالب اینه که واسه خودش ایده هم میده. مثلا میگه که آره چه جالب، راست میگه. یا اینکه میگه حالا نه دیگه اینجوری هم نیست، انقدرم این شکلی که میگه نیست. یعنی مدام یک چیزی، یک صدایی در ذهن ما وجود داره که داره نظر میده و متاسفانه اکثر اوقات نظراتش منفیه. اکثر اوقات داره ما رو سرزنش میکنه. چرا اینجا این کارو کردی؟ چرا فلانی این حرف زد جوابشو ندادی؟ خیلی خوب، حالا انگار شاخ غول شکستی همچین کاری کردی. حالا ملت این همه کار گنده تر میکنن، انقدر خودشونو نمیگیرن. و تو که از پس این بر نمیای. واسه چی الان اومدی نشستی داری وبینار فن بیان میبینی؟ تو کدوم کارو تا الان درست انجام دادی که اینو تا تهش درست انجام بدی؟ درسته؟ یعنی ماها هممون با خودمون یک گفتگوی درونی داریم. ببینین ما در طول شبانه روز مدام یا داریم با خودمون حرف میزنیم یا با دیگران. یعنی همیشه در حال حرف زدنیم و اونقدر در این دریای صحبت کردن غرقیم که خیسی این دریا رو حس نمی کنیم. و خیلی هامون به این توجه نمی کنیم که چقدر این مهارت در زندگی ما اثرگذاره. چقدر این که من بتونم درست صحبت بکنم میتونه روی زندگی من، روی ارتباطات من، روی ارتقای شغلی من، روی رابطم با فرزندم، همسرم تاثیر داشته باشه. و اولین و مهمترین نوع حرف زدن ما با خودمونه.
خیلی هامون خیلی وقته که مستقل شدیم و پدر و مادر بیرونی نیست که دیگه ما رو سرزنش کنه اینجا چرا اون کار کردی، اونجا چرا اون کار کردی، ولی همچنان خودمون در درون مغزمون مدام داریم با خودمون کلنجار میریم. خیلی از ماها اگر که برای دوستمون یه اتفاقی بیفته باهاش مهربون حرف میزنیم، دلداریش میدیم، میگیم نه عزیزم این چه حرفیه، بابا اعتماد به نفس تو داشته باش، تو خیلی هم خوشگلی، کی گفته، چرا اینجوری فکر میکنی؟ ولی با خودمون هیچ وقت این شکلی نیستیم، با خودمون هیچ وقت رفیق نیستیم. وقتی خودمون ناراحتیم اتفاقا به خودمون خیلی وقتا بد و بیرا میگیم، درسته؟ مدام به خودمون ضد حال میزنیم. چقدر زشت شدی، چقدر نمیدونم ابروت فلان شده. همین شروع وبینار متاسفانه جلسه قبلم اعلام کردم ما منتظر نمیمونیم، رأس ساعت شروع میکنیم. همین شروع وبینار تا حالا بقیه بچه‌ام اضافه بشم میخوام در مورد این با هم صحبت کنیم که چقدر گاهی اوقات با خودمون بیرحمیم. درسته؟ این گفتگوی درونی، این بیرحم بودن با خودمون خیلی وقتا آغاز خیلی از ناکامی هاست. حالا میخوام ازت چیکار کنیم؟ ازت میخوام دوربین سلفی گوشیت رو روشن کنی. اگر داری وبینار رو با گوشیت میبینی یه آینه بردار، برو جلوی یه آینه و ازت میخوام بری جلوی آینه با خودت این دفعه خیلی قشنگ صحبت کنی. به خودت بگی اصلا کی بهتر از تو واسه یه حرف زدن، قربونت برم. به چشمات نگاه کنی، قربون اون چشمای خوشگلت بری. به چهرت نگاه کنی، خودت رو تحسین کنی. خاطراتت یادت بیاد، به خودت افتخار کنی که تا اینجا همه سختی ها رو پشت سر گذاشتی. به خودت افتخار کنی که امروز داری زمان میذاری برای اینکه یک من بهتری رو تحویل این جامعه بدی. خدا وقتی تو رو خلق کرد به خودش آفرین گفت. میبینی تو چقدر دوست داشتنی هستی؟ به دستات نگاه کن، به تمام جزئیات توجه کن. واقعا کی بهتر از تو برای حرف زدن؟ تو خیلی حرفا داری که میتونی بزنی، فقط باید تکنیکش رو یاد بگیری. خیلی جاها میتونی تاثیرگذار باشی، خیلی کارا هست که باید انجام بدی. درسته؟ بیا خودتو ماچ کن، بریم ادامه وبینار رو با هم ببینیم. پس همینجا متوقف شو و شروع کن به دوست داشتن خودت. من پیاماتونم میبینم یه کوچولو وسطش. آفرین، چقدر قشنگ بود. آره، چه حس و حالی داشت؟ بنویسی. حس خوبی داشت. آفرین. میگه چرا واقعا باید با خودمون قهر باشیم و با دیگران انقدر درست رفتار بکنیم؟ واقعا همینه. خب حالا میخوام براتون یه فیلم بذارم، همه با هم این فیلمو ببینیم و برگردیم به ادامه بحثمون. فیلم سخنرانی پادشاه. این تیکه رو ببینین. خب چطور بود؟ کیا این فیلمو قبلا دیده بودن؟ دیدین چی شد؟ داره میگه شما حتی اگر پادشاه هم باشی اما نتونی خوب حرف بزنی، به راحتی تمام اعتبارت رو از دست میدی. دیگه چه برسه به ماها که قطعا قدرتمون از یک پادشاه کمتره. پس تا اینجا متوجه اهمیت درست حرف زدن و فن بیان شدیم. اما امروز میخوایم در مورد ریتم و لحن صحبت بکنیم. این جلسه خیلی مهمه، خیلی تاثیرگذاره و قطعا باعث میشه که از این به بعد یک کوچولو توی حرف زدنتون تغییر مثبت ایجاد بشه. پس با من همراه باشین، میخوایم ببینیم که چطور جذاب و اثرگذار حرف بزنیم. چرا مهمه که ما ریتم درستی داشته باشیم، لحن درستی داشته باشیم؟ به خاطر اینکه
آدم ها وقتی ما لحن و ریتم درست داریم بیشتر به حرفامون گوش میدن. براتون یه مثال بزنیم. یه سری از اون معلمایی بودن که توی دوران مدرسه یک نواخت صحبت میکردن. مثلا فرض کنین که من همین الان جای این که این شکلی با شما صحبت بکنم، بالا پایین داشته باشم، بیام مثل همون معلمای مدرسه شروع بکنم بگم که برای اینکه ما خوب صحبت بکنیم باید روی لحن و ریتممون کار بکنیم. خب لحن و ریتم دو مقوله‌ای هستن که اهمیت خیلی زیادی دارن و توی این جلسه به این دو مقوله خواهیم پرداخت. چی شد میبینین؟ حوصله‌مون سر میره. دیگران دیگه خیلی دوست ندارن به ما گوش بدن اگر که ما اون بالا پایین رو توی صدامون نداشته باشیم. دومین مورد اینه که اهمیت موضوع ما رو پررنگ‌تر میکنه. وقتی که من توی صدام بالا پایین دارم و جلوتر بهت یاد میدم، لحن درست دارم و ریتم دارم، جاهایی که مهم هستن توی صحبتم رو به راحتی میتونم پررنگ بکنم و بعدش اینه که صحبتامون توی ذهن مخاطب میمونه. دیدین یه سری از آدمایی که حرف میزنن بعد بقیه میگن که اصلا فلانی با حرفاش یه کاری کرد زندگی من متحول شد. چه اتفاقی میفته؟ اینو چجوری حرف میزنن؟ مگه چی میگن؟ صرفا به خاطر محتوایی که دارن؟ نه، نوع حرف زدنشون هم خیلی اثرگذاره. و خب قطعا وقتی ما لحن و ریتم درستی داشته باشیم، کیه که نخواد به حرفمون گوش بده؟ تا اینجا چه نکته‌ای رو متوجه شدیم؟ اینکه یک نواختی قاتل جذابیت در کلامه. ذهن ما عادی سازی براش پیش میاد. اگر که یک نفر یک نواخت صحبت کنه، از یه جایی به بعد دیگه به حرفاش گوش نمیده. قبلا بود معلم میزد رو میز میگفت اینجا رو دقت کنین، حواسا جمع. حالا تصور کن مدام اینو بزنه رو میز. یعنی یه نفر در حین این وبینار همینجوری این شکلی بزنه رو میز. به مرور اگر این ادامه داشته باشه برای ذهن ما عادی میشه، به این دیگه توجه نمیکنه. این توجهی که اونجوری میزد ماها حواسمون جمع میشد دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده، چون داره تکرار میشه. پس یک نواخت بودن قاتل جذابیت. حالا ما چند نوع یک نواختی داریم. یکیش یک نواختی در بیانه، همونی که براتون مثال زدم که شما اصلا هیچ بالا پایینی توی صدات نداری و هم شکلی داری صحبت میکنی، نه مثلا یه جای صداتو میبری بالا نه پایین، نه هیچ حس خاصی داری. این میشه مونوتون بودن. به این میگم مونوتون. کسایی که توی بیانشون کاملا یک نواخت هستن. یه سریا یک نواختی در حس دارن، بهشون میگن کورتکس. یعنی چه شکلی هن؟ یعنی که هیچ حسی توی چهرهشون نیست، کاملا پوکرن و دارن صحبت میکنن. مثلا میگه که چقدر هوا سرده، درسته؟ یا مثلا میگه که من روزی که با همسرم آشنا شدم توی سپری کردن یه دورانی بودم که شکست عشقی خیلی بدی خورده بودم، بعد که همسرم رو دیدم خیلی خوشحال شدم و زندگی برام تغییر کرد. خب یعنی نه ما اون شکست عشقیه رو توی چهرش میبینیم، نه اینکه با همسرش آشنا شده زندگی تغییر کرده خوشحال شده، نه اون غم و ناراحتی حال بدش رو متوجه میشیم توی چهرش موقع حرف زدن، نه اینکه خوشحاله که بالاخره یه نفر اومده توی زندگیش که زندگیش عوض شده. میبینین چقدر چهره ما تاثیر داره؟ به کسایی که چهرهشون هیچ تغییری نمیکنه میگن کورتکس. درسته؟ یک نواختی در حس میشه کورتکس. بعدی یک نواختی در حرکته میشن چی؟ آدمای ایستاتیک. اینا یه دیدی که روی استیج دارن سخنرانی میکنن، از این ور فقط به این ور، هی از این ور هی به این ور، هی از این ور به این ور، یا داره درس میده مدام همین حرکت رو انجام میده. خب این یک نواخت میشه برای ما به مرور. به این میگن چی؟ به این میگن ایستاتیک. شما بعضی جاها حتی از لحنتون، از زبان بدنتون استفاده میکنی. یعنی من میگم که مثلا گذشته ها دیگه گذشته. ببین گذشته ها، درسته؟ ما باید یه اقدام رو به جلو داشته باشیم. از دستم استفاده میکنم یه جاهایی. میگم مثلا یه نکته خیلی ریزی اینجا وجود داره، یه نکته خیلی مهمی هست. ببین از دستم استفاده میکنم یه جاهایی. ایستاتیک نیستم، این شکلی نیستم کلا، یا مثلا کلا این شکلی نیستم باهاتون حرف بزنم.
حس خوبی به شما منتقل نمیکنه، با اینکه تازه نشستم پشت میز و یه جورایی دست من بسته است. امیدوارم صدای این اذیتتون نکنه. پس تا اینجا فهمیدیم که یک نواختی در بیان میشه مونوتون بودن، یک نواختی در حس میشه کورتکس بودن و یک نواختی در حرکت میشه ایستاتیک بودن. و همینجا میخوام بهت بگم یک نواخت نباش لطفاً. اولین نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه کنی اینه که از این به بعد قرار نیست یک نواخت باشیم. بالا و پایین آوردن صدا رو میخوام در مورد صحبت بکنم و یه تمرین بهتون بدم. من یه کتاب الان میارم، میخوام یه تمرینی بدم که به واسطه این تمرین ما توی صدامون این بالا و پایین رو داشته باشیم، یعنی صدامون مونوتون نباشه. خب من اینجا یه کتاب دارم، شما یه کتاب بردارین. حالا ما توی استودیو هستیم، تنها کتابی که تونستم پیدا بکنم باش تمرین بکنیم این بود. و تمرینمون چه شکلیه؟ شروع میکنیم به خوندن یک بخشی از کتاب و صدامون از پایین میبریم بالا، از بالا میاریم پایین. این شکلی الان براتون میخونم. وسایل زیادی وجود دارند که به میکروفون ها کمک میکنند که برداشتی بهتر داشته باشند. همچنین کارایی آنها را برای موقعیت های مختلف بالا میبرند. اغلب میکروفون ها با لوازمی که در زیر آمده است مجهز میشوند. دیدین چی شد؟ مثل یه دره بالا و پایین داره. دوباره یه قسمت دیگهش که بشه متن داشته باشه از این کتابم هست که پر از عکسه. خب مثلا یه بار دیگه، پایه میکروفون همانطور که از اسمش پیداست وسیله‌ای برای نگه داشتن میکروفون در فواصل مختلف از زمین هست. همچنین این وسیله این امکان را فراهم می‌کند که بتوانید میکروفون را در حالت‌های مختلف نسبت به منبع صدا تنظیم کنید تا صدای مورد نظر خود را از زاویه مطلوب برداشت نمایید. پایه میکروفون معمولاً از جنس‌های استیل آلومینیوم، چوبن و آهن ساخته می‌شود. دیدین چی شد؟ بالا پایین بالا پایین. این تمرین اگزاجر است. ما هیچ وقت توی حرف زدنمون نمی این شکلی صحبت کنیم، درسته؟ ولی ما تمرین ها رو همیشه اگزاجر انجام میدیم که بعداً در زندگی واقعی بتونیم ملایم شدهش و صیقل خوردهش رو پیاده بکنیم. این یک تمرین بود. تمرین بعدی چیه؟ تمرین حس های مختلف. ما یه نفر رو داشتیم میگفتش که خانم زارعی، من همیشه پارتنرم بهم میگه که تو حستو نمیتونی منتقل بکنی، تو اصلا منو دوستم نداری. در حالی که واقعا من حتی بهش میگم که دوستش دارم، میگم بابا من دوستت دارم، معلومه که دوستت دارم، اصلا اگه دوستت نداشتم که برات زمان نمیذاشتم، اگه دوستت نداشتم که باهات نمیومدم بیرون. خب این الان توش محبته؟ این ابراز علاقه است؟ طرف مقابل شما اینو نمیخواد. ما باید جمله های مختلف رو با حس درستش بیان بکنیم. خیلی تفاوت بین این که من به طرف مقابلم بگم معلومه که دوستت دارم، قربونت برم، من اگه دوستت نداشتم که برای تو زمان نمیذاشتم، من اگه دوستت نداشتم که الان کنارت نبودم. جمله همون جمله است، تغییری نکرده، ولی حسش از زمین تا آسمون فرق کرده. یه مثال دیگه بخوام بزنم که چرا لحن مهمه. ما وقتی که درس میخونیم چی میشیم؟ میشیم متخصص اون حوزه. یکم بیشتر درس بخونیم چی میشیم؟ میشیم دکتر. خیلی بیشتر درس بخونیم پروفسور. حالا من میام به یه آقای مثلا میگم که ببخشید پروفسور این سوالو لطف میکنین جواب بدین، درسته؟ یه بارم میام به یه نفر میگم که پروفسور. خیلی فرقشه. تو اولی دارم به یه نفر احترام میذارم، تو دومی پروفسور دارم مسخرش میکنم، یعنی تو هیچی نمیدونی. پس متوجه شدین چقدر لحن اهمیت داره؟ خب حالا حسای مختلف رو چجوری با هم دیگه تمرین بکنیم؟ یک جمله رو در نظر بگیریم، مثلا جمله چرا زنگ میزنم جواب نمیدی. خب میتونم وقتی که با یه نفر دارم صحبت میکنم خیلی مثلا عصبانی باشم، بگم که چرا زنگ میزنم جواب نمیدی. عصبانی بودن و یه سری با داد زدن اشتباه میگیرن، فکر میکنم باید داد بزن، وقتی داد میزنن یعنی عصبانی. چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟ نه حتما این نیست. میتونی خیلی هم آروم باشی اما توی صدات مشخص باشه. چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟
درسته؟ یا میتونه مثلا سوالی باشه چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟ یا میتونه خوشحال باشه چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟ یا میتونه تعجب مثلا توش باشه چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟ یا میتونه ترس باشه چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟ درسته؟ یا میتونه ناراحت باشه چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟ درسته؟ خیلی فرق میکنه. حالا تصور کن مثلا شما زنگ زدی به پارتنرت، به همسرت و جوابتو نداده، میاد خونه یا مثلا اصلا دیر رسیده خونه، میخوای بهش بگی که کجا بودی تا الان. خب تفاوت لحنا رو ببین. یه موقع است بهش میگی که با عصبانیت کجا بودی تا الان، طرف چی میگه؟ میبینه که شما داری با عصبانیت حرف میزنی. وقتی من با عصبانیت به یه نفر میگم کجا بودی تا الان، یعنی دارم چی کار میکنم؟ یعنی دارم بهش حمله میکنم. مغزش میگه این داره به من حمله میکنه، بعد از خودم دفاع کنم. چی کار میکنه؟ گارد میگیره، میگه کجا بودم؟ سر کار بودم دیگه، ترافیک بود، دیر رسیدم. نمیتونی درک کنی، نمیفهمی؟ و اینجا یه دعوا شکل میگیره. یه موقع است من میام با مثلا حالت نگرانی، ناراحتی میگم که کجا بودی تا الان. درسته؟ میگه که ازم ناراحت نباش، ناراحتی نداره که سر کار بودم دیگه، مثلا یکم ترافیک بود دیر شد قربونت برم. خیلی فرق میکنه. یا میگم کجا بودی تا الان، میگه بابا ترافیک شده بود، نمیدونی چه خبر بود، یه صحنه‌ای بود داشتن فیلم برداری میکنن. فیلم برداری میکنن چی و فیلم میگرفتن؟ اصلا روند مکالمه عوض میشه با اون آدمه. این که من با کدوم حس این جمله رو بیان بکنم روند همه چیز رو تغییر میده. برای همینه که بهتون میگم لحن مهمه، ریتم مهمه. ما باید لحن درستی رو استفاده بکنیم که از خیلی از دعواها جلوگیری بکنیم، که حسمون رو درست منتقل بکنیم. پس تا اینجا متوجه شدی؟ درست شد؟ نکته بعدی احساس یه سری از کلماته، احساس یه سری از جملاته. خب مثلا یه سری کلمه ها حس دارن، مثل خود احساس. ما نمیگیم احساس، احساسه، حس داره. مثلا سرما، میگم که رفته بودیم مثلا چه میدونم فلان شهر، اینقدر سرد بود یخ زدیم. خیلی فرقشه. درسته؟ خیلی خوش گذشت یا خوشمزه، اصلا دهنت آب میفته. توی تمام این کلماتی که داری میگی باید حسش باشه، باید توصیفش باشه. خیلی با هم فرق میکنه. بعد یه سریا میگن چرا من جوک میگم بقیه نمیخندن؟ چون حسش رو درست ادا نمیکنی. چرا من خاطره میگم واسه بقیه جذاب نیست؟ چون با حس درستی نمیگی. خیلی فرق میکنه. اصلا وقتی داری میری مهمونی، جای این که این همه هی بگی که دستتون درد نکنه، مرسی، چقدر زحمت کشین، واقعا خوشمزه بودی، شاله که جبران کنیم، خیلی زحمت دادیم به خودت، تو رو خدا انقدر خودتون اذیت نکنین. جای این همه جمله پشت سر همه بدون حس که هیچ کدوم باعث نمیشه که خستگی اون میزبان در بره، وقتی داری اون غذا رو میخوری بگو که چقدر خوشمزه است، چقدر خوشمزه شده. ببین این خوشمزه‌ای که توی دهن توه، مثلا چقدر ترشه، ببینین ترشه، حسش رو برسون. خود این خوشمزه‌ای که تو به اون میزبان میگی اصلا خوشحالش میکنه، تمومه، خستگی از تنش در میره. قبول داری این حرف منو؟ بله، همه تایید کردن، همه نوشتن بله درسته. خب نکته بعدی که خیلی مهمه زبان بدن مناسبه. خب ما همونجوری که میدونین یه سری از زبانهای بدنمون، یه سری از فیگورایی که میگیری معنای درستی ندارن، حس خوبی ندارن، خیلی معقولش مفصله. من از این رد میشم. توی دوره صدا بیانم کامل بهش پرداختیم با جزئیات.
هم زبان بدن رو گفتیم، هم خود حس و ریتم و کامل با کلی مثال گفتیم و یه عالمه تمرین دادیم دیگه. اینجا تا جایی که فرصت هست من سعی میکنم یه سری نکته‌های خیلی مهم رو بگم. و یه نکته دیگه که خیلی مهمه، وقفه ایجاد کردن و سکوت توی حرف زدنمونه. ما یه جاهایی توی حرف زدنمون باید سکوت کنیم، باید مکث کنیم و این سکوته به چند روش انجام میشه که اونم خیلی بحث مفصلیه، یه سرفصل کامل بحث سکوت که کاملا بهش پرداخته شده. پس اینجا فهمیدیم که حس و لحن خیلی مهمه. این نکته رو هم بگم که ما توی شعر، توی داستان، توی همه اینها اگر از حس و لحن درست استفاده بکنیم میتونیم تبدیل به گوینده خیلی بهتری هم بشیم. حالا چند تا تمرین، چه کارهایی انجام بدم برای اینکه بتونم حسم رو تقویت کنم، لحنم رو تقویت بکنم؟ اولیش نمایشنامه خوانیه. نمایشنامه خوانی خیلی بهتون کمک میکنه. من الان همینجا لینک 2 نمایشنامه‌ای که به نظرم واقعا برای شروع خیلی خوبن و اگه تمرینشون بکنین بهتون کمک میکنن رو قرار دادم. روی لینک باید کلیک کنین، وارد یه صفحه میشین، از اونجا میتونین دانلودش کنین. خب یکی شد نمایشنامه خوانی که باز اونو توی دوره صدا بیان کار میکنیم مفصل، ولی خب من میگم تیتراشون رو اینجا میگم. نکته بعدی قصه گویی خیلی بهتون کمک میکنه، خیلی زیاد بهتون کمک میکنه، درسته؟ خصوصا وقتی برای بچه‌ها قصه میگین، چون باید کامل همه واژه‌ها رو درست ادا کنین، چون باید حسش رو کامل ادا کنین. مثلا حسن توی روستا یه گاو خیلی بزرگ داشت که شیر خیلی خوشمزه‌ای میداد. یا مثلا رویا به مامانش گفت مامان من دیگه خیلی گشنمه نمیتونم صبر کنم، پس خیلی کی غذا حاضر میشه. ببینی حس همه اون کلمات رو باید توش بیاری، چون داری برای بچه‌ها قصه میگی. ازتون همینجا میخوام که اگر که مادر هستین، پدر هستین، فرقی نمیکنه، اگر که توی خانوادهتون بچه کوچیکی هست، اگر مربی مهد هستین، کلا اگر با بچه ها سر و کار دارین، این لطف رو در حقشون بکنین و براشون قصه بگین و روی فن بیان خودتون کار بکنین. اجازه بدین گوش اونها به شنیدن کلمات درست، به ریتم درست عادت کنه. خیلی تاثیرگذاره. یه وقتایی یه سری مامان بابا میگن که خانم زاری برای بچه‌ها دوره صدا سازی و فن بیان ندارین؟ برای مثلا بچه‌های 5 ساله، 6 ساله، 4 ساله. من بهشون میگم نه، خب ما تشخیص میدیم که این سن برای فن بیان و صدا سازی خیلی مناسب نیست. چرا؟ یه سری دوره ها هست، ارتباطات و اینا، ولی بهترین چیزی که میتونه بهشون کمک بکنه اینه که شما خودتون درست صحبت بکنید. اگر فرزند شما مدام گوشش آوای درستی رو بشنوه، حرفهای درستی رو بشنوه، کلمات متنوع رو بشنوه، قطعاً اون بچه هوش کلامی بهتری خواهد داشت، قطعاً فن بیان بهتری خواهد داشت، در این شکی نیست. پس برای اینکه بچه هاتون پیشرفت بکنن شما روی خودتون حتما کار بکنید. گفتیم قصه گویم خیلی مهمه. و نکته بعدی این که حتما صدای خودتون رو ضبط بکنین، چه وقتی شعر میخونین چه وقتی قصه میگین. شعر خوندن هم تاثیرگذاره و گوش بدین ببینین این بالا پایین توش هست یا نه. دوبله بهتون کمک میکنه. میتونین مثلا با همون برنامه اینشاد یه تیکه از یه انیمیشن رو برش بزنین داخل، صداشو قطع بکنین و روش شروع بکنین به ضبط کردن صدای خودتون. جای نمیدونم خرگوش حرف بزنین، جای خرس حرف بزنین و ببینین اون حس و حالشو درست پیاده میکنین یا نه. همخوانی با آهنگ خیلی بهمون کمک میکنه. توی دوره های حضوری صدا بیان ما خیلی جاها میایم آهنگ میذاریم، بچه‌ها داب اسمش میکنن، به خاطر اینکه این تاثیرگذاره. خصوصا اگر یه سری از خواننده های مثل جناب علیرضا قربانی یا علیزاده وکیلی آهنگاشون رو بشنوین، بالا و پایین داره، درسته؟ یه جاهایی میاد پایین با یه آرامشی، با یه غمی انگار داری میخونی، یه جاهایی بالاتر
حالا یه آهنگو داری میخونی، بعد حس یه سری از کلمات درست بیان میشه، پس شما فکر میکنین که فقط دارین یه دونه آهنگو میشنوین. نه، اینجوری نیست. خودش داره بهتون کمک میکنه که لحن و ریتم بهتری داشته باشین. خب توی این جلسه با هم در رابطه با سلف تاک، گفتگوی درونی صحبت کردیم و بعد در مورد این حرف زدیم که چرا لحن و ریتم درست میتونه انقدر توی زندگیمون تاثیرگذار باشه. امیدوارم که به کارتون اومده باشه. از تمرینات این جلسه حتما استفاده بکنید. شاید یه سری تمرینای ساده به نظر بیاد اما قطعا تاثیرگذار و کاربردیه. خدا رو شکر که ما براتون ویدیو رو هم ضبط کردیم، میتونید مشاهده بکنید یک بار دیگه و براتون مرور بشه. اما جلسه سوم یه جلسه فوق العاده مهمه که بهتون یه سری از تمرینای کوچولوی صدا سازی رو خواهم داد. خیلی کم به این مبحث میپردازیم چون تمرکزمون روی فن بیان هست در این 3 جلسه و بعد از اون هم میخوایم در رابطه با فیلر یا تکه کلام صحبت بکنیم. مرسی از اینکه تا اینجا با من همراه بودین. خیلی خوشحالم که مخاطبان ارزشمندی چون شما دارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه سوم و جلسه آخر. خدا نگهدارتون.